بعضی زورها را رنگ همو کانر مکگریگرم می بدبختم همین گاه پاشا در بلوی سال میمونه گاه همین ایتا میکنه گاه اوتا میکنه گاه هزار نغمه کرد برای همین طبیعه روی عالم همین کانر درزد اینا جخید مجخش کرد شرمندش کرد خارش کرد پیانسکا گشته اینا تمام مثل همه وارید همین نمروده که جا میزد داد میگه یک پشه روش کرد یک پشه کپی نابود شد در جنگ احد برادران ابی ابن خلف یک آدم در همین قدر جنگ ها پیامبر رو ببینیم یک آدم به قتل رسوندگی تمام ایدست پیامبر یک آدم کشته او هم که از ابی ابن خلف لعنت الله علیه یک آدم زیرا پیامبر همیشه کار میکرد که با صلح با مصلحت همه کار انجام بیاد با خونریزی نیست همون بسیار حرکت کرد که پیامبر را به قتل برسونه و نام شد در جهان شناخت حضرت همین یک مشت زد یک مشت تمام یک مشت زد همین بین اینمی فوکش بین همین قرطق زد همین یک تش زد میگه از پایان شد پیش قوم شد قومی که اگر همه تکیه به ابی داشت سلشکرمون همیه وقتی رفت میگه رنگی گو باز میکرد هی گفتن یگان جود خونالود نیست هیچ یگان چی نیست چی میگوی این گو مشت نبود این مشتی آدمی نبود این چیزی بود این احساسی که من در درون میکنم اگر همین در و دهم تقسیم کنم گفت همین وادی را آواز میگیرم این بزرگی الله است بزرگی دین است انا هم خدای توانا انا هم خدای بزرگ این هدیت الله دادر ما را میگه که و عاشرهن بالمعروف خدا به این روزی رسونده که زن گرفتی و این نعمت خدا که من تو را موفق کردم با این آدم تو مناسبت معامله خوب ببین با این مناسبت و معامله خوب کن زندگی خوب کن برادر عزیز میدونین تضاد خوب حقارت های این ما الله میگه زندگی خوب کن تو زندگی خوب نمیکنی تو میاری به حق زنک ظلم میکنی در حق زنک ظلم میکنی حق زنک هم پایمال میکنی زنک هم پدرش دشنام میکنی مادرش دشنام میکنی اولادش دشنام میکنی برادر عزیز قسم با بزرگی خدا برای هر یک حرف پیش خدا جواب میده هر حرف در پیش خدا جواب میده یا آدم سوال میکنه بابای داملا من همین زنم که در دهن طلاق کنم همین زنک طلاق میشود من گفتم چی به این زنی تو چی میتونی حقارت میکنه تو خیلی یکان حقارت کردی او خیلی حقارت چی حقارت خیلی من با چه دشنام کنم و تش دشنام کنم خود چه دشنام کنم گفتم چی به حقارت طلاق نمیشیده به حقارت نمیشیده و هر چیزی که شما مثال فریاد کنید چی با که اون درسته ما همون الله یگانه را فریاد داریم بو چیه با او یه برادر دعا طلب کرده 3 نفر دعا طلب کردیم یک برادر دیگه برادرایی که دعا طلب کردن خداوند اون تمنیات و مقصودهایی که نویسوندین با فضل کرمش حاصل گردونه با چی؟ سوال با بابای حاجی ها از حج برمیگردن سیگار و ناس میکشن و عرق مینوشن یکم سوالش میگه شیخ سعدی میگه انا هیچ سیقل نکو نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد هیچ سیقل نکو نتواند کرد آهنی را که بدگوهر باشد چون باید اصل جوهر قابل تربیت را در او اثر باشد
سگ به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. برادران حیف همون نفرهایی که همون حج حیف شدگی که همون خانه زیبا و خانه‌ای که گناه انسان در اونجا ریخته می شود پاداش جنت برای زیارت کنی بیای با کارت عرق نوشی و با کارت زنا و با کارت مقصد حرام خوری و با کارت پپروز کشی و بلا و بتر. حیف یا ما حج بخورد. حیف. پیامبر نازنین گفته است که کسی اگر حج می رود گشت آمد دیدین که خصلت‌هایی که قبلا بسیار نامعقول داشت همونا از او جدا شدگی دانی که حج قبول شده. یکی آمد اگر همون خر عیسی گر برش با مکه گرچه آید هنوز خر باشد همو رفت همو کس آمد با همو فعل حضرت گفتن که این حج قبول نشد. چیزی که قرآن میگه این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، نمازی که شما را کاری بد من نکرد خلاصش میگه که این نماز شما از برای خدا نیست. هم نماز هم بدبختیایی که داری همین فکر کنی که او این نماز من از برای خدا نیست. و الا قرآن میگه اگر نمازت برای خدا باشه ای همه کاری بد من میکنه نمیمونه دیگه اون کاری بد برای. خب سوال دیگر، برادرانی که در شینمانتاژ کار میکنن و در اتوبوس کار میکنن نماز نمیخونن و آنها میگوین که وقتی که نماز خونین میگوین که بیگه بعد جمع کرده میخونین و اینها چی میگوین؟ این توفیق پیامبر میگه التوفیق شیء عظیم لا یعطی الا لعبد عزیز. ببینین توفیق بسیار چیز بزرگی هست که خدا به هر کس نمیده. شاعر میگه پری طاووس لطیف است به کرگس نرسد، عقل هم چیزی عزیز است به هر کس نرسد. این توفیق چیزی نیست که هر کس داشته باشه. و سر تا بیدر مقصد مشغول کارم یک که مثال مقصد پیشینه نخونده اصلا نخونده همین راه آمدن در که جان تا خدا گرفت بچه خیلی میکنی ایشا کی گارانتی میتن. یک قصه بیارم در همی با قصه اعشا. اعشای لعین بگیم این از بنی قیس بود. برادرای عزیز شاعر بود، بسیار شاعر معروف بود، به حد مخلصش به حد زیاد بود، عرب بود، از قبیله یمامه بود. یک مدح زیبا نویسان در حق محمد و ورقه را تای کش کرد و آمد طرف مکه برای ایمان آوردن. بسیار آدم مشهور و معروف در درون مکه آوازه پخش شد که اعشا آمده است. اعشا آمده است. همه هر جا باشه پیش محمد صلی الله علیه و سلم ایمان میاره هممون شرمنده میشیم. یا اگر ایمان بیاره همه مخلصاش و مریداش ایمان میاره. این سری را شگرفتر نکرد. او زمان ابو سفیان ایمان نیاورده بود. میگه در آمد پیش اعشا. او اعشا کجا آمده؟ گفت همین محمد میگم ایمان بیاره. یک شعر از اولی شعرش در کتابا هست. یک شعر در اسلام در حق حضرت میگم ایمان بیاره. بعد ابو سفیان گفت که اعشا تو میدانی که 4 چیز در دین محمد حرامه؟ یا فکر کرده؟ گفت چی هم؟ او یکم زنا حرامه، عرق نوشی حرامه، قمار حرامه، این طنز موزیک حرامه. میتونی؟ میگه اعشا گفت خیلی گفت دیگر پیر شیدیم دیگر زینای چی کده میتون پیر شیدم. مسئله اگر عرق چه بود همین قد خوردن و خوردن بجا زده.
дигар айдинишам нафрат дорад. Масалаи киноро бугӯй. Аки як бозие ки намедонӣ мебарӣ намебарӣ, ишамаш як чизи хуби нест. Масалаи танси бозиша бугӯй. Аки дигар ба ис мисол ма чи танс мекунем, чи рақс мекунем, дигар мақсад лаззат ҳам надора барои мо. Абу Суфён гуфт ки ин операция рафтам як нагзашт. хоб варианти дима мебинем. Пашо 100 шутури наршутурат мекунем. Фақат бар Муҳаммад ва имон наҳид. Биги 100 шутура барахонад. Медон ёро бофрӯшӣ агар миллион мешавад. Барахонад гуфт агар ба шарти мо имсол Муҳаммада агар кушта битонем, агар ай байн бурдаш битонем, 100 шутур дар фоидат мемонад. мо шутуро райта дига наметонем. Лекин агар ба шарти ин одам пирӯз шавад, ин одам ғалаба кунад, биё эмон биёр, инҷанам 100 шутур райтад. Ҳашои Қайсо гуфт гапи маъқул, як соли дигар чия? Як соли дигар шука гапи нест, 100 шутур фоидада мемонад. гирифт 100 шутуро ҳайкал омад мегӯяд ба ҳамин хонаш чанд метре монда буд. ай болои шутур ба калам дар замин мезанад мебарад. соҳибои китоб мегӯянд вой ба ҳоли аъшоқи худо доду худо гирифтш. ин муҳлат дод хай соли дигар. бародарои азиз, неми хатам намоз намебин пешина намехонем мехай аср мегӯи шом ҳай шомо хатан намбошад ҷамъ мехонем. мегӯи ки шариат дар дасти та. мегири ҷамъш мекунӣ метиш мақсад бигира қабул кун. اون نماز میرن در سر بزنی نماز تو باقی داره. اون من در معقول نیست که یک مخلوقی گناهگار او خالق تو در اینجا معقول. در عبارا میگه یک آدم نماز خوانده سعی خیلی سرشان میخوره کشم میکنه. یا آدم میگه میگه چیزی نماز میگه نمازش فاسد میشه. میگه نمازی در پیش یکی معقول نیست در پیش خدای پیش آمد بود. برای دادر هر نبی هر یک دقیقه غنیمت دارد. هر دقیقه غنیمت دارد. که نمیدونی که یک مینوت است به سر چی آمده. بدیل میگه یک وجب راه هست بدیل از تو تا دامانی خواه. یک وجب. یک وجب راه هست بدیل از تو تا دامانی خواه. در سر مژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. یعنی اشکی سر وجدانی حاضر میافتی یا پگاه یا این بود یا یک ساعت پس این را هم پیشی رو در بیاد. سوال درباره زنهایی که قرآن میخونن و شوهرها را اطاعت نمیکنن، حرمت نمیکنن، در همین خودی خبر است. یکم چی نگفت؟ ما برادرای عزیز گرامی درباره زنهایی که احترام نمیکنند این قدر سخن زیاد می‌کنم که حتی به نام خدا به سر شکایت نمی‌کنند. به نام خدا قسم شکایت آمدن که چیه؟ فقط احترام مردک این زنک قدر این احترام نداره بگوید. برای همین کسی اگر لازم باشه برادرای عزیز این همین تلفن توی درباره احترام مردکا ما همین گفتیم حقیقتا گپی آدم رو من تصدیق کردم که ما درباره احترام مردکا زیاد گفتیم لیکن باز هم درباره احترام زنها هم گفتم ولی تا او حدی که زنها را ما میگفتیم مردا را اطلاع نداشتیم. لیکن امروز میبینم که مردکان بسیار مردکای بی توفیق شدن برادر، مردکای بی مسئولیت شدن، مردکای بی رحم شدن. اینا با حاضر مقصد با ایسری نو، ایورقای نو، با کفته و براورده و با هر جایی که برید با مردکان هم در برابرش که نجوز می یک کمترک گفتم
که درباره زن انشاءالله امروز مراجعت کنم سوتر رو پراتر میگیرم. در آخر طلبگار دعا است در حق غریب ها. انشاءالله من در حق همتون دعای بجای باشید و بشون دعا که از شما هم برادران همین یک خواهش داریم که فقط در حق ما در همین نمازها خونم دعا کنیم. برادر در حق برادر دعا کنه، اگر در حضور هیچ کس نباشد ملائکه همون دعایی که در حق ما که در حق ملائکه هم دعا کنیم. برای همین دعا را در حق دیگر فراموش نکنیم. شما کاری کنید که در این شهرها هم دینداریتون و هم ملتتون پس نکنید. یک سر منطقه‌تون شروع کنید، مردم ببینن، یا ببینن یک سر روی بازارتون ببینن، ریش میمونید، ریش شروع بمونید، ساله میمونید، ساله شروع بمونید، لباس بپوشید، لباسی تازه بپوشید. تا پیغمبرتون که زیبا بود، پیغمبرتون که بوی خوش داشت، با کوچه میگذار بوی خوشش کوچه را میگیره. تا هم باید همین که جوانمرد باشید که سر روحه تازه باشد، سری بروی مشتت فکر نرد. روحه تا بشو تازه صابون این آوه در اینجا بید. هر روز آوازی که تازه که پاک که چیزا کتا شو که همین یک آدم ببینه، یک نفرم ببینه مقصد بگه کدام ملت هست، کدام ملت مسلمان هست. این چیزا رو برادر من در همون مسکو یک آدم رو دیدم اگه به یکان به خدا داد، به یکان تحقیر صاحب به خدا دیدم نمیخواد در حق یک کسی بگم. ما در همون یوشیمان خر داشتیم، سوار میشتیم، علف در میرفتیم. در پشت یعنی خرامون جامعه به جامعه میپرد، جامعه کنم اینان در تنه هم بچه دیدم. در درون مغازین اینا گوم است در مسکو. اون همون جامعه هست رواش دویدگی، پختاش برامدگی در درون هم داوری توبه و چاک بودد حرمت کرد مثل مغزه است و در اینجا مستد قیت میشن و تو برادر مسلمان دیگه این چی با سایت پشیده با خدا میترسه آدم ها رو بینن نسبت میتن دیگه یادم نگون برخوریز اگه دیونه برای اصلی ما دیگه برداشت دیگه بسابه نداره تازه کنید خودتونه برادر عزیز خوشبویی کنید خودتونه دایی مثال زیبا کنید یا دیگر کنه در پیش یا دیگر گردن سیاه نکنید پیامبر یک کسی آمد گفت حضرت پیامبر خودش گفت حضرت نصیب مولی میراد شد امام مسلم میراد شد اگر اتدرون من این حسن او گزیدن نمیدونی که چیه گزیدن گفتیم الله و رسول اعلم گفتیم خدا و رسول میدونی چیه گزیدن گفت نقل الحدیث من بعض ناس الى بعض لیفسد بینهم پیامبر گفت گزیدن این است که سخن یک آدم با یک آدم دیگر بردن تا بین اونها تا جنگ خلق شد این را اون میگن گزیدن همین گبر گبیار نشین داره از این کاری بسیار هست شیخ سعدی میگه در برابر چو گوسفند سلیم هم خیلی آدم میگن یه رنگ گوسفند همین کمالای ما که خشرویی که در برابر چون گوسفند سلیم در قفا چون گرگ مردم خواه هر که عیب دیگران پیشی تو آورد و شمرد بیگمان عیب تو پیشی دیگران خواه بود این گفت این کار را دارای جان نکنند یا دیگر کنند نه در ملت بیگانه نه در ملت اختان نفروشین کفر قبلی نباشید دو برادر از چیزی که در اینجا من ببینم محلگران نباشید مکلابیون محیصاریون مقرغانیون مغرنیون فلانون این گفت را نزد برادر عزیز علای میرون در هر جای قرآن وقتی میگه یا ایها الناس میگه همه مردم رو جمع میگه اینما المؤمنون اخوه میگه همه مؤمن خود در ایجایی خود در عراق خود در سعودی خود در امریکایی ایمان داری الله میگه همه شما مؤمن برادر نیست محلگرایی در اسلام نیست برادر عزیز این کارم هیچ وقت نکنید ایو بچهای ما نیستن ایو را در اینجا نمانید این کارم در شریعت خلال دارد یک چیزی همی بیفهمی و بیفراستی اگه وقتی ما محلگرایی داشته باشیم برای همین هم مسلمانیم هم تاجیکیم
دوست بداریم. دیگر چیزی که من سفر پیشین افتادم این همی سفر دم دیدم بچه هاتون با هم که تاجیکی را صاف افزال میتونن دختراتون هم میارین دهشون داد نام چیه خواه نمیدونن برادر عزیز فرزنداتون هم بگذار که زبانتون هم بدونن تو برای از زبان روسی در این قد جان کنی میکنی یا زبان تیار از دست میدی ای زبان فراموش نکنن زبان باید زبان مقصد همون تاجیکیش این درمد اول نیستن بعد میلش روسیش نشان بده خیتویش نشان بده انگلیسی همه را که بدانه خوش به حالت برده که زبان مادری یا زبان تاجیکی را دست نتیم برده بعد تعلیمات همون چیزی تاجیکی تانه ایخه نباشه این معامله او را ببینم رفتار او را ببینم میشینم پشت راست یک کلانتر میدونه مقصد تمام نمیفهمد که اینجا مهمان آمده این چیزای ما نیست برادرای عزیز یا را در خانه باشتم تبزم بفهمم پایبند نمازشون کنیم با خدا شناسشون کنیم همین امکانیت ها را داریم این را بید در خبر صدیق اسلامی این من یکم بار دیدم برام میخواد در این جا ندارم صدیق اسلامی در خبر ای در یک خدا داری میشه برادر عزیز این مرحمت الله ای نعمتش استفاده کنید چی میدونی پگه چی گفت یک ملکی که پگه نمی یک توی دیگه شمیتد یکم تا در اینجا نمیمونه حاضر داد است حاضر استفاده داد خیلی در آخر دیگر برادرای عزیز همه تا خدا نگاه باشید برکت بیارید صحت سلامت باشید دیدار جوان باشید در حق مردم مونم در حق ملت مونم در حق دیار مونم دویم شما مسافرین دعا کنید که خداوند خوبی ها بیارد نیکی ها بیارد پیشروی ها بیارد همه اینها را با کمان نیست برادرای عزیز ما در همون درونای ما الحمدلله رب العالمین معرکه به معرکه من میگردم چند قشقی قوت دارم میدرم برای مردم آیت های حدیث های چیزی از آزاد دب من میزنم میفهمم همیش دم شکر میدونم برای پگه من نمیدونم که چی گفت برای همین دعا کنید شما هم داییم تا که انشاءالله ما با دعا پیامبر از دعا ینفع میما نزله و میما لم ینزل حاضرت هم دعا حل میکنه آینده هم دعا حل میکنه دویم با دعا باشید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین السلام علیکم و رحمت الله تشکر برادران عزیزان در آخر از کار آمدین نظر دیگر انشاءالله بعد نماز تو اخشا بگی که مردم هم و هر چیزی که شما مثال فریاد کنید چی با که اون درسته ما همون الله یکانه را فریاد داریم بو چیه برادران